شب 2 январь سال 2024 در داخل هواپیمای شرکت روسی اورالسکی اویالینی که از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز میکرد، یکی از مسافران دختر به دنیا آورده است. مسافران دیگر از این حادثه آنقدر به وجه آمدند که برای طفل نوزاد 55,000 روبل و 3,000 سومانی روبینک جمع کردند. درباره این حادثه خوش تلگرام کانال شرکت اورالسکی اویالینی خبر داد. به تولد کودک در وقت پرواز سر کردن سال نو برای ما یک عنعنه خوب تبدیل یافته ایستاده است. یک سال قبل 29 دکبر سال 2022 در داخل هواپیمای ژوکوفسکی خوجند آیشه خان به دنیا آمده بود. این دفعه شب 2 январь در داخل هواپیمایی که با خسیر ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز داشت باز یک دخترچه به دنیا آمد، نوشته است شرکت هواپیما. طبق این خبر برابری از فرودگاه ژوکوفسکی به آسمان خیستن هواپیما یک زن به داد و فریاد در آمده است. میمانداران که یکی از آنها ندژدا ایواکینا در گذشته فلچر بود و مدینه نو مسافری که همشیره طبی بوده است به کمک این زن شتافتند. معلوم شد که این زن را درد کودک گرفته است. زن حامله را در یک قطار عبارت از 3 کرسی جای کرده تجهیزات لازمی برای تولد کودک را آماده کردند. سرمیماندار هواپیما آنا سمیونونا جریان حادثه را چنین نقل کرده است: الکی در آغاز ارائه کمک‌ها سر کودک دیده میشد و به زودی طفل نوزاد به دنیا آمد. این حادثه ساعت 2:25 به وقت دوشنبه رخ داد. ساعت 2:55 همراهک هم بیرون آمد. درباره این حادثه فرمانده هواپیما را آگاه کردیم، ولی از بس که کودک به مشکل تولد شد دیگر نشست اضطراری در یگان فرودگاه سر را لازم نشد. مادر کودک را برابر رسیدن به فرودگاه دوشنبه ما به طبیبان یاری تاجیلی سپردیم. مسافران از این حادثه چنان به وجه آمدند که همچون روبینک برای طفل نوزاد 55,000 روبل و 3,000 سومانی پول جمع آوردند. شرکت اورالسکی اویالینی برای کمک در تولد کودک به همشیره طبی مدینه، سرمیماندار پرواز آنا سمیونووا و میمانداران ندژدا ایواکینا و آناستاسیا پیراگووا اظهار سپاس کرده به ویژه به کسبیت آنها ارج گذاشته است. موردهای در وقت پرواز تولد کردن زنان مسافر کم است و گاه چنین کار روی می‌دهد. یک سال پیش تلگرام کانال شد خبر داده بود که یک زن که از شهر مسکو روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد طفلش را هنگام پرواز به دنیا آورد. فرزند او آیشه خان 29 دکبر سال 2022 در عرفه سال نو در بلندی چند هزار متر در آسمان در داخل تالار هواپیمای ایروبوس شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی دیده به جان گشاد.